اسم آپارات و من میاد یعنی چی؟ یعنی زهر مداوم مالی، یعنی هر روز بدبختتر از دیروز. اما این بار قراره با زهرمون انتقامم بگیریم. 5 صبح بود و این استریم رو دیدم که پر قدرت داره استریم میکنه و منم با این دونیت یه انرژی مشتی بهش دادم. مرسی داشتم، مرسی چی؟ ماشاءالله داداش پرقدرت به استریم ادامه بده. استریم ادامه نده، نوکرتم داداش. یه ساعت 6 میبندم میرم، تا ساعت 6 منو تحمل کنید. حس کردم اون انرژی قبلی به اندازه کافی تخریبش نکرد، پس دوباره خورده تخریب ترش کردم. مرسی داداشم، مرسی. 6 دیره حد اکثر تا قبل 6 تمومش کن، عالیه، مخصوصا جایی که سکوت میکنه. من خاک پادم. چشم. بعد رفتم سراغ این استریمر که اسمش یه خورده میزد تو چشم، جیمی آخه. بعد منم با همون اسمش یه دونیت ریزش کردم. آقا ممنون بابت دونیت. داداش اسمت رو سگمه، گفتم یه وقت بهش بر نخوره. عالی استریمت، مخصوصا از 2026 به بعد. دمت گرم داداش، لطف کردی. واقعا دونیت بدی بود، خیلی بهش برخورد. پس من دوباره هم دونیتش، یعنی همون دونیت رو دوباره دونیت کردم. ماگرم محمد جان، البته داداش سگم فوت شده، خدا بیامرده. دقیقا لحظه‌ای که استریم تو دید بغض گلوشو گرفت و با چشمهایی پر از اشک گفت Holy shit what is this. برو و بعد مرد. سگ با شعوری داشت. اول استریم هم نگاه کرد بعد مرده. و رسیدم به این استریمر که میخواستم ضررهای قبلی رو جبران کنم و بهش گفتم دونیت قبلی رو بهم پس بده با این دونیت. باشه یکی بازی لایک تو ببینم، یکی بازی لایک تو باز داری دیسلایک، چرا فاز اینو داری؟ مرسی برای دونیت علی مامن. و خب خندید و قبول نکرد. پس منم ازش یه درخواستی کردم که خیلی منطقی و برادرانه بود. علی نامومن، اول علی مامن بود، نامومن. چی نوشته؟ گفت نیست تو بگم که یاسم دهنت سرویس. لطفا بازی کنیم. چه خانواده عجیبی.